بررسی خواهیم داشت روی یک نقشه سوله در پاسخ به یکی از دوستان و در کل حالا این نقشه رو هم بررسی میکنیم به عنوان یک نقشه خوانی سوله تحت عنوان نقشه خوانی سوله. البته این نقشه ممکنه یک سری ابهامات جدید، چیزهای نکات جدید و یک سری تفاوت‌های با نقشه‌های رایج سوله داشته باشه که البته خالی از لطف نیست. خب یک مجموعه نقشه داریم. در شیت اول شیت مربوط به فونداسیون رو داریم که اینجا فونداسیون، بیس پلیت ها، پدستال ها و همه چی رو برای ما ترسیم کرده و مشخصاتش رو داده. خب توی بحث شاپ دراینگ سازه فولادی و سوله و قسمت ساخت، جهت ساخت سوله طبیعتا فونداسیون خیلی کاربردی نداره و فقط ما باید یک تطابق اون با نقشه ها رو بررسی بکنیم و البته اگه جایی نقشه ستونگذاری رو نداده باشه باز باید بیایم از این نقشه ها استفاده بکنیم. خب اینجا مثلا بیس پلیت ها رو اینجا تعریف کرده، نشون داده و تیپشون رو و خب به حال استفاده های شاید عمومی نداشته باشه برای کار ما، ولی بازنگری باید انجام میشه. طبیعتا هر سوله ای از یک سری المان ها ایجاد شده که تعاریف المان ها رو توی جاهای مختلف من گفتم، ولی باز هم اینجا مطرحشون میکنم. ما عضو اصلی ترین عضو هر سولمون در حقیقت ستونهاش هستند. اینها ستونها هستند، این ستونه، این ستونه، این هم ستونه، حالا از نمای بغل و رفترهاش. به این تیرهایی که اینجا روی سوله میفته به صورت هشتی در اصطلاح رفتر گفته میشه. این مجموعه ستون یعنی این ستون و این ستون و در حقیقت این رفترها، این دوتا رفتر یک قاب رو برای ما تشکیل میدن یا همون فریم. یک فریم پس تشکیل شده از دوتا ستون و دوتا رفتر هست. معمولا رفتر این فریم ها، قاب ها توی دهنه ها به صورت مشابه تکرار میشن، اما دهنه اول و آخر به خاطر وجود داشتن وال پست یک مشخصات متفاوت تری خواهد داشت. البته معمولا در 90% مواقع مشخصات ستون و رفترها تغییر نمیکنه، حتی توی قاب ها هم تغییر نمیکنه توی گرید های مختلف، اما در 90% مواقع بعضی وقتها به خاطر مباحث سبکسازی یا مباحث محاسباتی که داره ممکنه قاب هامون تغییر بکنه، یه جا ضخامتش 8 باشه، یه جا ضخامت 10 باشه، یه جا مثلا تسمه هامون متفاوت بشه، اما در کل یکسان هست. یعنی فریم 1 و 2 در خیلی از مواقع تفاوتشون فقط به بودن این وال پست ها بستگی داره. خب وال پست ها رو داریم به عنوان المان های اصلی سوله و حالا اینجا مثلا این پروژه تیر کرین داره و در حقیقت به این تیری که قرار روش تیر جرثقیل نصب بشه تیر کرین یا تیر حمال جرثقیل گفته میشه. البته تیر حمال هم میگم، ولی تیر حمال در حقیقت در نهایت خود همون تیر کرین اصلی حساب میشه، اون پلی که مربوط به جرثقیل هست، ولی خب بهش اصطلاحا گفته میشه. این نشیمنگاه هایی که مربوط به این تیرهای جرثقیل هست، تیر کرین ها هست، بهش کوربل گفته میشه. کوربل CORBEL. و این خب بررسی های دهنه ای بود. حالا مثلا توی آکس های در راستای طولی، یعنی در راستای مثلا محور D یا محور A، اینجا ما یک همچین نمایی رو داریم که اینجا استرات ها هستند. به این المان هایی که بین ستون ها قرار گرفته میشه استرات گفته میشه و بادبند های دیواری یا ورتیکال بریسینگ و چیز دیگه هم نداره. خب تا اینجا
و حالا بحثی که داریم بحث بیس پلیت ها هستن، صف ستون ها هستن که مربوط به ستون ها هست و به این المان هایی که اینجا بیرون زده میشن از ستون که نقش در حقیقت سایبون داره و ممانعت میکنه از ریزش آب باران روی این قسمت های سوله، بهش آبچکون یا کنسول یا آبچکون گفته میشه. خب تا این مرحله توضیحاتی رو دادیم در مورد کلیات سوله ها و المان های مربوط به سوله. البته یک سری آیتم ها هنوز مونده که من اونها رو هم توضیح خواهم داد. خب همینجور که اینجا مشاهده میکنید وقتی که قرار سقف پوشش بشود یک سری زد قرار میگیره با یک سری المان هایی که این زد ها رو متصل میکنن به رفترها که اصطلاحا بهش پلاک زد یا استوپ زد گفته میشه. به این زدها هم که نقششون ایجاد نشیمن برای ورق پوشش هست هم زد یا پرلین گفته میشه که در نهایت روی اینها ورق پوشش قرار میگیره و زیرش هم خب توری مرغی و عایق قرار میگیره، عایق پشم شیشه یا پشم سنگ قرار میگیره و در نهایت خب یه سری جاها این جاها هم فلاشینگ ها رو داریم و در نهایت مثلا اینجا نشون داده نشده اینجا در سیستم ناودونی جمع‌آوری آب بارون رو داریم که اصطلاحاً بهش گاتر هم گفته میشه، همون ناودونی یا آبرو لندنی یا گاترها. خب نکته ای که ببینم در مورد سوله وجود داشته باشه معرفی المان هاش. چرا اینجا سقف ها هم بادبند دارن که به اصطلاح هم بهشون بادبند های سقفی یا هوریزونتال بریسینگ گفته میشه. یک سری المان دیگه هم داریم به اسم سینه بند که قاعدتاً ببینم توی این نقشه اینجا دیتیلش داده شده که اینها برای جلوگیری از پیچش رفترها هست و اینها هم به اصطلاح هم بهشون سینه بند یا مهار بند جانبی یا فلنج استی یا حتی لترال ساپورت هم گفته میشه. ولی خب لترال ساپورت بیشتر توی اون المان هایی که توی سازهای ساختمونی استفاده میشه مطرح هست و اینجا بیشتر به اسم فلنج استی شناخته میشه. خب اینها شد معرفی اجمالی از سوله و المان‌های سوله. حالا تک تک نقشه ها رو مجددا بازبینی میکنیم و ببینیم چه آیتم هایی رو داره. خب ما اول از همه باید شروع بکنیم به بررسی این قاب، مشخصات ستون ها و مشخصات رفترها که اینجا سکشن زده، سکشن SA1 SA2 SA2 SA1 SA1 و به همین نحو سکشن ها در جاهای مختلف معرفی شدن. خب اینجا سکشن SA1 هست، اینجا سکشن SA2 هست و مشخصات دیگه. خب دونه بدونه آیتم ها رو بررسی میکنیم. مثلا C1 اینجا وال پست ها هست، مقاطع وال پست ها و در نهایت اتصالات رو باید ببینیم کجا داده. دیتیل بیس پلیت اینجا هست که در مورد بیس پلیت صحبت شده. اینجا هم دیتیل SC1 و مشخصات اونها و این هم احتمالاً دیتیل بیس پلیت های مربوط به وال پست ها هست و اینجا هم دیتیل یک و اینجا هم قاعدتا دیتیل 1 هست برای اتصال رفتر به ستون و اتصال رفتر به رفتر. قاعدتا نمیتونه اتصال رفتر به ستون با اتصال رفتر به رفتر یکسان باشه، پس این نمیتونه دیتیل 1 و دیتیل 1 اینجا یکسان باشه. خب ببینیم این دیتیل ها رو کجا نشون داده. اینجا هم که در مورد ساندویچ پنل و پوشش سقف توضیح داده. ساندویچ پنل سقفی به ضخامت 5 سانت که اینجا هم شکلشو کشیده
و اینجا هم توی این نقشه فریمینگ پلن هست که فریم ها رو معرفی کرده. فریم 1، اینجا هم طبیعتا فریم های 2 هستن و اینجا هم دوباره فریم 1 که وال پست داره. اینجا هم که دیتیل های مربوط به نقل درگاه و این مسائل هست که خیلی به کار ما در زمینه ساخت سازه فولادیش نمیاد و اصلا سقف تیچ بلوک من اینجا نمیدونم، من اینجا سقفی رو ندیدم که این دیتیل سقف تیچ بلوک براش داده باشه و خیلی جذابیت نداره. فکر میکنم یه اتاق نگهبانی نقشه باید یه گوشه‌ای داشته باشه که اونجا هم نشون داده نشده. اینجا کنترل رومی هست که اینجا اینجا کنترل روم هست و من فکر کنم اصلا اشتباه برداشت کردم، من به خاطر آجوری بودن یه چیز دیگه برداشت کردم، ولی خب ظاهرا اصلا این نقشه مربوط به یک کنترل رومی هست که یک سازه خیلی کوچیکه هست که اینجا نمایش داده و به عنوان کنترل روم مشخصاتش رو ارائه داده که یک سازه خیلی ساده کوچولو هست. اینجا هم که در مورد فریم روف صحبت کرده و در مورد نحوه قرارگیری استرات‌های روی سقف و بادبندهای سقفی توضیح داده شده و باید دقیقا عین همین ها ما اجرا بکنیم. بادبندهای سقفیمون میلگرد فی 22 هست و خب اینجا دو تیپ استرات داریم، قوطی 80 و پایپ 2.5 اینچ. یکم این موضوع غیر عرف هست استفاده از پایپ به عنوان استرات ها، ولی خب توی این نقشه این موضوع مطرح شد. این هم پلان مربوط به زدها و پرلین ها هست و سگرادهای بین اونها که اینجا مشخص هست و در موردش توضیح داده شد. خب میایم اینجا در مورد دیتیل 1. دیتیل 1 مون اینه که این اتصال فلنجش هست و اینجا هم ویو ای نوشته و میام یکم این نقشه کشیش بیشتر از یکم ایراد داره و این دیتیل مربوط به اتصال فلنج به فلنج هست. اگه برگردیم توی این نقشه مشخصه که این کوچیکتره و این بزرگتره و اینجا هم دو نوع فلنج برای ما ارائه داده تو نقشه ها و طبیعتا این بزرگ مال اتصال فلنج به ستون هست و این کوچیکه مربوط به اتصال رفتر به رفتر. خب این هم اتصال بادبند هامون که باید ببینیم این فی 22 هست، مال بادبند سقفیه، اتصال مربوط به بادبندهای سقفی. این اتصال زد و استوب زد به هم دیگه و به رفتر. این هم که ترن باکل هست که مربوط به بادبند سقفی در حالتی که میلگرد باشه هست و این هم دیتیل استرات هامون هست که در دو حالت قوطی و لوله نمایشش داده. یه بار دیگه اینجا برگردیم ببینیم بادبندهای سقفیمون چیه، بادبندهای دیواریمون چیه. بادبندهای دیواریمون UNP 80 هست و UNP 60. پس این دیتیل صرفا فقط برای بادبندهای سقفی است و بادبندهای دیواری رو هم اینجا دیتیلشون رو ارائه داده که اینجا مشخصه و قابل استفاده هست. اتصال نحوه قرار گرفتن تیر جرثقیل روی کربلش و مشخصات کربلش رو اینجا داده. نحوه اتصال وال پست به رفتر رو اینجا داده. حتما توجه داشته باشید که باید وال پست ها سوراخشون لوبیایی باشه در راستای این سمت و اینجا اصلا اتصال رو نشون نداده، سوراخ لوبیایی رو نشون نداده و این هم تیپ اتصالات لوله یاقوتی یا همون استرات ها هستن. نکته خیلی مهمی که وجود داره، معمولا پای استرات رو ما به نحوی میگیریم که قوطی استرات از بدنی ستون یا بدنی رفته بیرون نزنه، به شرط اینکه دسترسی برای بستن پیچش وجود داشته باشه. چرا نمیخوایم بیرون بزنه؟ چون که هرچی این طولش بزرگتر باشه توی هم مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه و برای ما درد سرساز خواهد شد. مثلا اینجا که بادبند داریم و به اجبار مجبوریم که
طولش رو بیشتر بگیریم طبیعتا اینجا هم ابعاد بار رو زیاد میکنه و همین که نشیمنهای بار رو در حین هم روی تریلی یا بعدا روی زمین از بین میبره و باعث کج و کوله شدن این دستک های استرات میشه. البته اینجا هم خب خودش گفته حدودا 150 مشخصات رو بعضا میدهند، ولی این طول پای استرات ها قابل تغییر هست و الزاما عدد فیکسی نیست. یک ریویو کلی داشتیم روی نقشه ها و حالا برمیگردیم به سوال دوست عزیزمون جواب بدم که یک سری سوالات رو پرسیده بود در مورد ابهاماتی که توی این نقشه داشت. خب ببینید این ستون ها معمولا باید استیفنر داشته باشند، اما اینکه کجا باشه و چه جوری توی نقشه ها نمایش داده میشه. توی بعضی نقشه ها اینجا و حتی اینجا استیفنر رو ترسیم میکنن. حالا توی دیتیل کوربل هامون من استیفنر ها رو دیدم، اینجا استیفنر رو دیدم، ولی خب مشخصات متاسفانه نداده، ضخامت نداده. این رو یا باید از طراحش بپرسید یا اگه دستتون باز بود و خواست سریعتر کار رو انجام بدهید معمولا ضخامتش همون 10 میل یعنی ضخامت همون کوربل ها هست، اما ممکنه یه طراحی اعداد بیشتری مد نظرش باشه. اینو میتونید 10 12 15 بگیرید حتی بدون اینکه سوال بپرسید، ولی بهتره که سوال رو بپرسید. ضخامت این استیفنر رو اینجا داده که بهتر بود همینجا میداد، ولی خب نداده دیگه. ولی معمولا توی ترسیم ها چون 1 به 1 ترسیم شده معمولا این اتصال رو میشه دایمنشن زد و این ببخشید ضخامت استیفنر رو میشه دایمنشن زد. یه دونه اینجا پس ما استیفنر داریم و یه دونه اینجا که اینجا رو اومده اینجا گفته ولی اینو اصلا نمایش نداده و اون موربه هم میتونیم همون 10 بگیریم یا 12. معمولا این موربه کارش به عنوان جلوگیری از کمانش ورق هست و معمولا ضخامت اون با ضخامت این استیفنر یکسانه، اما ضخامت استیفنرهای دیگه ستون کمتره، 8 میل اینها میتونه باشه. خب مثلا خیلی نقشه کشی این کار بد صورت گرفته، مثلا اینجا رو قوطی نشون داده، اونور لوله نشون داده، اینو اینجا نشون داده، اون سمت نشون نداده. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، استیفنر رو وقتی ما مدل میکنیم ببینید اصلا اینجا میبینیم توی هر فایل کد اینجا با پیچ برخورد داره، اینجا هم با پیچ برخورد داره، پس ما مجبوریم اینو یه ذره تغییر بدیم، یعنی مثلا از اینجا بزنیمش تا اینجا. حالا انشالله حتما توی بحث مدل سازی صحبت خواهیم کرد و نکات بیشتری رو در موردش خواهم گفت. محل سینه بند ها رو هم اینجا نشون داده، یعنی فقط توی زد اول و اینجا هم توی زد اول، دیگه لازم نیست توی بقیه زد ها وجود داشته باشه. خب یه استیفنر هم اینجا داریم تو محل ماهیچه ایمون و اینجا وقتی جایی که دقیقا محل ماهیچه ای رو داریم ما یک دونه استیفنر داریم که اینجا هم این رو هم من فکر کنم مشخصاتش رو نداده، اگه هم داده باشه باید ببینیم کجا داده، بعید میدونم. اینجا یه دونه داده برای اون پلیت 10 جایی که در حقیقت استرات اون میخوره، این هم میتونه پلیت 10 باشه، مشکلی نداره. اگه جایی مثل اینجا ابعاد استیفنر ها داده نشده باشه، خب این استیفنر قرار نیست که از ستون بیرون بزنه. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما اگه این 250 هست و اینم 8 نصفش میشه 125 منهای 4 میشه 121، این استیفنر رو میتونیم 120 بگیریم، یعنی استیفنر هایی که اینجا قرار داریم، چون اصلا اینجا ما 120 تا فضا داریم و به همون اندازه بگیریم، یا اینجا هم همین صورت، برای رفترها هم همین صورت، یعنی عرض استیفنر ها دیگه مثلا میتونه 120 باشه و 120 بالاتر دیگه نمیتونه باشه چون میزنه بیرون. و
کمتر هم باشه هم اشکال نداره، مثلا 115 هم باشه مشکلی نداره، ولی خب اینجا دیگه برای ماکسیموم اندازه‌ای که وجود داره رو براش لحاظ میکنیم. خب سوال بعدی که دوستان پرسیده بود در مورد این دیتیل اتصال رفتر به رفتر بود که همونجور که توضیح دادم اینجا همه رو دیتیل یک نوشته، ولی به نظر میاد که این دیتیل برای رفتر به رفتر باشه که چون دیتیل دیگه وجود نداره. در مورد پایپ های 2.5 اینچ من یک صحبت رو خدمتتون داشته باشم. خب ببینید اینجا این استرات اولمون پایپ 2.5 اینچ هست، استرات بعدیمون باکس 80-80 4 میل هست. حتما دقت بکنید که اینجا چند میله، 3 میله، 4 میله. من الان خودم روی این نقشه که نگاه میکردم احساس کردم که 3 میله، ولی خب اونجا 4 میل بودنش رو تعریف کرده. اینجا هم پایپ های 2.5 اینچ هست، یعنی خب اینجا هم استرات ها رو ترسیم نکرده، متاسفانه خیلی بده که اینجا ترسیم نشده، ولی خب مهم نیست، اهمیتی نداره، میشه پیداش کرد و در نظرش گرفت. خب جای این قوطی های استرات یا لوله های استرات کجاست؟ اینجا که مشخص کرده، اینجا اومده، اینجا دایمنشن زده. حالا اینو ببینید ما فرض رو بذاریم که دقیقا زیر اینجا قرار میگیره، حالا لوله شده، اینو تبدیل به لوله میکنیم، اشکال نداره. این قوطی های استرات یا کل استرات ها، چون جلو ما لوله هم داریم همیشه ما میگیم قوطی استرات، ولی اینجا لوله استرات هم هست. این استرات ها الزاما قرار نیست از همینجا باشه، یعنی میتونه 10 سانت 15 سانت بالا پایین بشه، اما حتما توی با استرات های دیواری، استرات های این توی این نماد توجه داشته باشی که ممکنه اینجا محل تردد حالا لیفتراکی، نمیدونم ماشینالاتی، انسانی چیزی باشه و طبق معماری یک مینیمم فاصله مد نظر بوده، پس ما این رو حق نداریم پایین تر بیاریم، ولی میتونیم حالا یه مقداری بالاتر، کوچولو بالاتر ببریمش، اشکالی نداره. بعضا بخاطر تیپ شدن بادبند هامون میتونیم این کار بکنیم. البته اینجا که اصلا بادبند ها متفاوته تو دهنه بالا و پایین و این موضوع مفهومی نداره، یعنی ما میایم از این اندازه ها استفاده میکنیم برای محل قوطی استرات هامون یا استرات هامون. نکته بعدی که وجود داره در مورد این استرات این بالا هست. این استرات بالا باید در راستای تداخل این خط و این خط باشه، این دو تا خطی که کلیک میکنه، که این خط هم دقیقا وسط این رفتر هست، یعنی اینو اشتباه ترسیم کرده یا بد ترسیم کرد، چون اگه بخوایم این کار رو نکنیم بعدا این اتصال این بادبند سقفیمون به اینجا دوچار مشکل میشه و یه ذره زیبا نیست، ولی خب غلط هم نیست، میشه پذیرفتش، ولی بهتره که این رو منتقل کنیم به این نقطه و دقیقا بذاریمش این نقطه. اون وقت ممکنه مطرح بشه که الان استیفنر با اون برخورد میکنه که اون استیفنر رو تو محل این استرات ها میبریم. خب سوال بعدی، نکته بعدی که خیلی مهم هست در مورد پایپ 2.5 اینچ هست. پایپ 2.5 اینچ با تبدیل 2.5 به میلیمتر، یعنی با تبدیل اینچ به میلیمتر تبدیل به میلیمتر نمیشه و برای این کار بهتره که بیاید توی اینترنت سرچ بکنیم جداول استاندارد پایپ. جداول استاندارد پایپ رو سرچ میکنیم، اینجا حالا یکی از این جداول رو انتخاب میکنیم، خیلی فرقی نمیکنه، همشون مثل هم میمونن. ببینید اینجا در مورد مثلا پایپ 2 اینچ اومده گفته اوتسایدش چند میلیمتر هست، چند اوتساید دیامترش رو داده و تیکنسش. توجه بکنید که اینها باید ما پایپ استیدی رو انتخاب بکنیم. حالا این جدول من فکر کنم جدول درستی نباشه، شاید یه جدول دیگه جدول درست تری باشه. بذارید من این جدول رو ریویو بکنم
و ببینیم که از کدوم جدول استفاده بکنیم بهتره. خیلی از جداول متنوع و خیلی زیادن. حالتهای مختلف هم در موردش صحبت شده. اجازه بدید من ببندم. جدول خوب پیدا کنیم. خب حالا فعلا چیز خوبی پیدا نشد. ببینم چی چیز بهتری میتونیم پیدا کنیم. خب اینجا خب جداول خیلی فرقی نمیکنه، یعنی فلزی و غیر فلزیش هم خیلی تفاوت نداره، ولی خب ما باید حتما حالا چیزای فلزی رو پیدا بکنیم. این هم که اصلا در مورد جداول اشتعال هست. یه فولادی هم بنویسیم که دیگه با خیال راحت جدول مناسب تری رو بهمون بده. بعدیش اینه که فایل های موجود در اینترنت یه مقداری کیفیتاشون پایینه و قابل خوندن نیستند، ولی خب پیدا میشه. جدول خوب هم پیدا میشه. مثلا این خب مثلا این خوبه که حالا فعلا چیزه. اینجا میایم 2 اینچ رو انتخاب میکنیم، بعدا استیدی رو انتخاب میکنیم و میبینیم که اودیش بر حسب میلیمتر و ضخامتش چقدر هست و میایم پایپ رو با اون مشخصات تعریف میکنیم. اینجا مثلا اینجا 2 اینچ. خب و اسکجوالش رو باید بیایم اینجا نگاه کنیم. اسکجوال استیدی مثلا 2 اینچ 3.91 هست و ضخامتش رو هم طبق جداول پیدا میکنیم. تأکید میکنم با تبدیل اینچ به میلیمتر این اتفاق نمیافته. خب برگردیم توی این نقشه و به موضوعات دیگه بپردازیم. خب ببینید بادبندهای افقی و عمودی دهنه هاش توی نقشه ها مشخص، یعنی توی دهنه آکس آ و توی این آکس، تو آکس آ و آکس دی بادبندهای دیواری هست و توی این نقشه هم محل قرار گرفتن بادبندهای سقفی نشون داده شده. این بادبندهای سقفیش خب طبیعتاً بیش از حده. زیاد شما کافیه که این بادبند رو مدل بکنید، این بادبند رو هم مدل کنید، بعد اینو کپی میکنید تو همه دهنه ها، اینم توی این دهنه و این دهنه، و در نهایت این مجموع رو کپی میرور میکنید و این سمت هم منتقل میشه. حالا یه نگاهی هم بکنیم رو مدل تهیه شده توسط این دوستمون که کلیات کار خوبه، جذابه و زحمت کشیده شده و یک سری کار انجام شده. البته من دلیل این وال پست ها رو این وسط نمیدونم، متوجه نشدم، چون فقط دهنه های اول و آخرمون وال پست داره. البته یه چیزی که منو به شک میندازه اینه که اینجا هم ما یک فونداسیون داریم، ولی اینجا فقط فریم 2 فریم 1 و باز هم من اینجا نگاه کنم فریم 1، اینجا ما یه فریم 3 داریم.
که فریم 3 رو اینجا تعریف کرده. بله به خاطر همین وال پست داره و اینجا هم من این موضوع رو اصلا دقت نکرده بودم و خودم این رو نگاه نکرده بودم که البته اینجا دیدیمش و نشون دهنده اینه که حداقل دقت دوستمون در این زمینه بیشتر از من بود. و نکته بعدی که حالا در مورد این مدل میخوایم صحبت بکنیم اینه که وقتی که به نقشه زدها توجه میکنیم اینجا یک بیرون زدگی داریم که معمولا یه چیزی هول و هوش 1 متر هست، 500 تا 1 متر. بذارید من این دایمنشن بزنم. اینجا 1 متر و 112 داده ولی غیر عرفه این اندازه. معمولا 1 متر تا 1 متر و 125، معمولا نیم متر تا 1 متر متعادل و متعارف هست. خب یعنی بیرون زدگی این در نظر گرفته نشده که باید اصلاح بشه و خب محل قرار گرفتن اون قوطی های لوله های استرات هم مشخصه و این رو هم این قسمت سقف رو هم با توجه به همون دیتیل خودش جاهاش مشخصه، کافیه که اینجا اندازه بزنیم و به دست میاد. اگه هم خیلی میتونیم حساسیت به خرج ندیم و جای دقیقش هم مهم نیست، مثلا یکیشو بذاریم اینجا و یکیشو بذاریم اینجا، ولی خب از این اندازه ها کمک بگیریم، نه اینکه اصلا کلا بیخیالش بشیم و با یه اندازه گذاری این رو به دست بیاریم که جاش کجاست. کامل اینجا به دست میاد با اندازه زدن. ببینید با اندازه زدن هرچند که بهتر بوده که این اندازه جاهاش مشخص بشه، ولی خب حالا نشده. مثلا 1500 احتمالا این هم 1500 و این وسط هم 1000. خب این هم از این موضوع و من ببینم سوال دیگه اگه دوستمون نداشته باشه بحث رو به انتها برسونیم. خب نه سوال دیگه نیست و امیدوارم شاد و پیروز و سلامت باشید. امیدوارم آنچه که اینجا بهتون گفتم براتون مفید بوده باشه، استفاده لازم رو ازش ببرید و امیدوارم با انرژی دادنتون باعث بشید که من زودتر آموزش مدل سازی سوله رو شروع بکنم و تجربیات خوبی که توی زمینه به دست آوردم توی سالهای مختلف رو بتونم باهاتون به اشتراک بذارم. شاید تنها یادگاری من برای شما همین صحبت ها و همین داشته باشه. شاد و پیروز و سلامت باشید.